أينما كنا أينما پیامبر صلی الله علیه و سلم من کردند که در ماه رمضان سر و صداهای بیهوده، چونکه از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر میگویند که اذا کان یوم صوم احدکم، اگر شما روزه‌دار باشید، روزه گرفته ایستاده باشید، در روزه که تمام روز این عبادت است، گرسنه ایستادن، فلا یرفث یومئذ، در همان روز شما سخنهای زشت و بیهوده نگویید، ولا یسخب، و سر و صدا نکنید، زیرا انسان طول این روز روزگیر می باشد. اگر میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر شما را کسی دشنام داد یا که به شما میخواهد که جنگ بکند، شما بگویید که من شخصی روزدار هستم. برای چی در ماه رمضان این ذکر شده است؟ زیرا انسان روزدار هست، این عبادت می باشد. در دون عبادت شما یک شخص دشنام دادن یا این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردن، خصوصا در ماه رمضان که به روزه خلل ایجاد میکنه.